دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر صوم سرا به ضیابر. امروز دوشنبه 19 شهریور ماه و ساعت حدود 11 صبح. چند وقت پیش ولاگ گردش در دوشنبه بازار ضیابر رو در کانال قرار دادیم و سعی کردیم از مسیر صوم سرا به این شهر زیبا هم ولاگ داشته باشیم. پس ولاگ بازار گردش در دوشنبه بازار ضیابر در ادامه این ولاگ رانندگی هستش و لینک گردش در بازار رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. شهر ضیابر از توابع شهرستان سرنوسراست که با شهر سرنوسرا حدود 16 کیلومتر و با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت از مسیر پیربازار حدود 45 کیلومتر فاصله داره. شهر ضیابر به شهر کدوی خوشمزه، حلوا ضیابری و محصولات کشاورزی شهرت داره. ضیابر قطب پرورش مرغ استان گیلان و همچنین پرورش ماهی هم هستش. بازار هفتگی در این شهر در روزهای دوشنبه در مرکز شهر برگزار میشه و عرضه محصولات محلی توسط روستاییان در این بازار کاملا مشهوده. قبلا ولاگ رانندگی از مسیر ضیابر به پیربازار و رشت رو هم در کانال قرار دادیم. ضیابر در همسایگی شهرهای آبکنار انزلی، رضوانشهر، شاندرمن قرار داره. پلیلیست مربوط به شهر سرنوسرای کانال ما اگر به دیدن راه‌های دیدنی استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.